کنید به یک ویدیو دیگه از کانال خودتون. توی این ویدیو قراره رویداد طبیب دربار رو بررسی کنیم و تا جایی که بتونیم هم مبارزاتش رو انجام بدیم، بازور سیاه هم بخریم و چیزهای خفنی به دست بیاریم. بریم سراغ بررسی. اول 20 اسکین و میدوز، صندوق سلطنتی و سنگ سبز و بوم کاغذی و سکو دینامیت. بعد نیست تا ببینیم ما میتونیم چقدر بریم جیرو. بازار سیاه هم دیگه بخریم. اینجا بوزه میده اینا هم میگیریم. بریم سراغ اولین مبارزمون. بازی نازو خط میزنیم. خوبی شده، یعنی میتونیم بزنیمش بیان. یک ویدیو یا 2 ویدیو میگیریم توی هر پارت.